سلام، مینا هستم از مربیان با سابقه دوچرخه سواری و امروز اومدم خلاصه از نکات اصلی و مهم دوچرخه سواری رو بهتون بگم. همونجور که میدونین دوچرخه سواری یه ورزش مناسب برای تقویت عضلات پاها و بهبود سیستم قلبی عروقی هستش و اگر شما دوچرخه سواری رو به عنوان یه ورزش انتخاب میکنید بهتره در نظر داشته باشید که دوچرخه مناسب، محل تمرین، تجهیزات ایمنی، حرکات پایه، قوانین، تمرین و نگهداری تغذیه مناسب و بدنسازی رو هم انتخاب کنید. برای انتخاب یک دوچرخه مناسب علاوه بر این که دوچرخه باید متناسب با قد شما باشه، باید به طراحی و کاربردهای مختلف اون طراحی هم دقت کنید و اگر تازه میخواین تمریناتتون رو شروع کنید بهتره نسبت به رشته انتخابی مکان خلوت و بدون ترافیک و ایمن رو در نظر بگیرید. از تجهیزات ایمنی و مهمی که باید همیشه داشته باشید کلاه، عینک، دستکش و چراغ دوچرخه سواری و همچنین لباس مخصوص دوچرخه سواریه. برای آموزش اصولی علاوه بر برنامه‌ریزی و استمرار شما باید به یادگیری تعادل، ترمز گرفتن، حرکات پایه و تعمیر و نگهداری بسنده کنید. تعمیر و نگهداری یعنی چک کردن لاستیک و تیوب، لنت و ترمزها، تنظیم دنده، چک کردن زنجیر، تعمیر یا تعویض قطعات در صورت لزوم هستش. و اما سبک‌های دوچرخه سواری: جاده و پیست، کوهستان، BMX، تریال، سایکل توریست و دوچرخه سواری شهری. بریم سراغ تغذیه در دوچرخه سواری که نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد، افزایش استقامت و جلوگیری از خستگی زودرس داره و با انتخاب غذای مناسب و تنظیم مصرف اونها میتونیم به بهبود عملکرد بدن کمک کنیم. بریم سراغ بدنسازی در دوچرخه سواری که باعث افزایش قدرت عضلانی و استقامت میشه و بدنسازی و دوچرخه سواری دو ورزش مکمل هم هستن. حالا شما بگید کدوم سبک دوچرخه سواری رو انتخاب میکنید و دوست دارید براش تلاش کنید؟ ممنون از اینکه همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و شیر این پست رو حمایت کنید.